پرونده جنایتی به ضد پرزیدنت سابق قرقیزستان اسکر اوقویف را قطع کردند. در این باره روز 13 ینور سال 2023 به پایگاه خبری کلوب نماینده خدمات مطبوعات داستانی کل قرقیزستان سراج‌الدین کمال‌الدینوف خبر داد. او گفت اسکر اوقویف به دست داشتن در سوء استفاده از منصب خنک نظری در مورد بستن قرارداد با شرکت کمیکو در سال 1992 و خصوصی کردن کل طلای قمتور در سال 2003 عیبدار میشد. کمال‌الدینوف شرح داد که پرونده اوقویف را به سبب گذاشتن مولت نهایی به جوابگری کشاندن نفر متهم قطع کرده شد. هنوز ماه دکمبر سال 2021 یکی از یاران نزدیک اوقویف و رهبر سابق دستگاه سروزیر قرقیزستان بکپولوت ترغلبیکوف علیکه گفته بود که اتهامات ضد اوقویف بیکار کرده شدند و او اکنون میتواند آزادانه به قرقیزستان آمد و رفت کند. اسکر اوقویف 2 نوامبر سال 1944 در دهه قزلبیرق ولایت فرونزه به دنیا آمده یکی از عالمان شناخته علم ریاضی به شمار می رفت و تا به مقام پرزیدنت اکادمی علمای قرقیزستان رسیده بود. او سال 1990 در نخستین انتخابات پرزیدنتی پرزیدنت قرقیزستان انتخاب شد و تا سال 2005 به این کشور رهبری کرد. اسکر اوقویف نخست پرزیدنت قرقیزستان است که در نتیجه آشوب‌های مردمی از منصب برکنار کرده شد. اسکر اوقویف تنها بعد 16 سال سرنگونیش از مقام در ماه آگوست سال 2021 بار اول به قرقیزستان برگشت تا در رابطه با پرونده خصوصی کردن کل طلای قمتور بیان نادید. او حالا 78 سال دارد. بعد اوقویف باز دو پرزیدنت دیگر قرقیزستان قرمانبک باقی و سورونبای ژنبکوف در نتیجه اعتراضهای مردم از منصب برکنار کرده شدند. ژنبکوف که خودش استعفا داد در قرقیزستان ماند، ولی باقیف که بالای ازدحام اعتراضگران تیر گشاد از کشور فرار کرد و در بلاروس پناه برد.